وقتا خوش و برنامه پنجم لسری برنامه لسر حق الحقایق تعلیف یا برهم حاج نعمت الله جیهون آبادی مکری هم خدمتنا لچوار برنامه ورن چیم نسر دوره جور دوره خلقت یا خلقیان پیر بنیامین خلقیان شش هاو بنا الرای بعد در خاونکار یا خالق خوی کرده چیا قوای کرجوانه که هات او چتکه که باید دیکتب کرده و پیر بنیامین واسطه یا جبرائیل لو سردما دیکته که چیه بیه که تو بنیت و من خالق تو مخلوقی من خالق تو باید عبادت من بکیت و دیاتری شش هاو بنیت تر رای درست که بینه هفتن و اصطلاح که اوانیچ بیاو بس روش ازل ولیانه کدوه بیاو بس اکیچ بیه که یانا 1050 سال تیب کن بتا 50,000 سال و ایر خاصی کردون ده 1001 دونه ملحق بونه ذات مطلق یا ذات حق و ایر گناه کردون دون خریتبان حساویان باید دونیل فراتریک تیب و هنگری که واسرایی آیاره که بردیه سیکار آیاره دنیا مظهر هیچ تعریفی کرای نکردیست و این معیاره هیچ تعریفی کرای نکردیست ارا فلانه کس حال دون فلانه کس آیا قدی هستو کتن آیا وزنی هستو کت آیا قلزت نوری هستو کت آیا چه آیاره چه معیاره چه تایوتمنیه را یک شخص لدون شخص اکتر حسابی کیتن اوش ده گذشته دوره بدون اوی که او شخص خوی وطود من لآینده بومکی یا یک ای شخص کتر خوی مدعی بیود ادعا کردودن وطود من لدون فلانه کس بیمست یسا غیر از چند مورد ایک نوتن که او جالیات آبدین و چند مورد اکتر که ارا جالیات واسرا زلال درسته کرناس و خلاصه او مجموعه جعلی نوتن لان او رسانه کان همچین چشتی و چون ناکفه چون اصلا اینک ندیتن بنامایی که بلگی یا سندی لان او مرم و رسانه کانه نه یعنی نه مظهریت نه دونادون نه هیچ چشتی دونادون لیه معنی بلگه داره اوی که شنگورکی خاصتر لخاص که خاصتره که بچو تشون خاصه و هر حال یا یک ماموریت کان اوز کردن لو سردم و اصلا لمعنی که شونگورکی یا جیگورکی معنی دیتن نه یک لطول زمان و لره و اصلا جسم و جسدین رو یا جسم و جسدین ذات و یسه که بشیمنا دنباله ای سری برنامه ایلا و بزنیم چو شلوخی که کرده هری دون خویا دی به اندازه شلوخی کرده سنده اول قرار بی که 28 تن 4 سردار و واسه 4 مجموعه هفتن هفتوان 7 سردار و 7 قولتاست دنیا و دستن رو بود و دوره جور زمانیه یا میجویه بانه ناو مردم و جسه انسان چپ کن رابری کمالگا برنو دیارش و خشه داری کرد که هفتوانه که ای کاره بکن و یسه که حل او هین خویچی و نو ساغسن که لدوره که هفته و ای 4 هفته ولیه که ظهور بکن یا یک حلول بکن یا مظهریت پیدا بکن یا یک هفته لیه دوره هین
منظم يعني یه نواخت لتمام دورەکان هەفت هین بکەن زۆر بکەن بعضی موقع سیانن بعضی موقع رفتن بعضی موقع 5 موقع 2 بعضی موقعش یەکە یعنی بعضی موقع منظورم بعضی ڕۆزگارە بعضێک دەورە است و ئێستا کە هیچ هینێک نێدێتن هیچ نەزمێک لە شیوەی بەیان ئی دوونادوونیشە وەدی ناکرێت چ شتێک کە من لە ئامادەکاری بەرنامەی 5 سەرنجم وەسرا کیشاخۆی یە خاڵبی ئەو خاڵێکە ئێستا کە ئی ئەسەرە ئی جوور دێتە دەستوە کە لەلایەن چەند کەس وە هینێ کریاوتن وەسرا سرایش کریاوت یا ویشیاوت وە شێر چونک تکراری دی لە حەد خارجی یعنی یە مەورد و دو مەورد و دە مەورد نییە فرە موقع چە دوونیتن هەر یا هین یە دوون دەیان جار تکراری وەکرێ هەری مەسئینە واسڵا دەوەرانیەت هەزار دوون و هەدوونی 50 ساڵ لە دەیان مجموعە دوارە تکراری وەکرێ تکراری وەکرێ تکراری وەکرێ وهي رسنتن که مثلا کنسان هین بوی گمان بویتن که چندین کس خریک بینه این مجموعه تحیه بکن و یا یک برهم بارن و یک کار یک نفر تنیانیه یا یک خود بشیل جورای جور ای پلانه که یه مذهبی هین بکریتن و شیر بیشیتن که بتوانیتن اسلام و ای شارستانیت بورانه و یک بشلیستن پلانەکە هاوبەش لەلایەن چەند نەفەر وە تەربیوت و هەر نەفەرێک وەسڵا بەشی کردێت وە نوسخەی خۆیەوە هاتووت و یەسێکی حاجی نێمەتیچ لە هین قاتی کردوت تکرار مەوردەکان تکرارەوە کردوت وەرهەڵ با بچین ئەدامێ باسەکەمان بریم لە کوتایی ویدیو بەرنامەی ویدیو 4 و بچمە ناو موضوع برنامه 5 یه لیره ویدیو 5 هینی کردی من او جار نویسانه که را ای دفعه ادامه بیمن وارحال که لیره صفی و این خلق بین صفی لیره منظور هر باوا آیما یا آیما که صفی الله اولین مظهر و اصلا حق بگسن یا حسابی کن که لعیره چشتی که دواره گمانی که ارستان کرم زیاکت این مسئله و اصلا لقاه مصنویه که بتوایتن اسپرم پیا و گرد تخمک جنا لشیشه لآزمایشگاه بتوای با اینه که قاطی که یا جفت که جنین لیلی درست بکتن کیت ماشاکی لئیره هاورده بردیه سیکار که هوا و هین و یا صفی هر کن چه کرنسن شهوت خالی کرنسن او یا شیشه و سر شیشه که مور کرنسن تا وقت واده چه او تعداد مانگه که وز هم كريت جنجل وز هم كان ولا او هنا شكر لو جنا لو شيء يا طفل يا منال هات الدنيا كشكر كامل بي و چند روزه گواستلا و پیچی كنا تمام بي وقت هين بي واضحات تا یک دو پای هات جمجول و یواش یواش خوری آشکار بی حالا یه چبی لعو کار هوا این کرد بوال بشر یا صفی یا باوا هیم چه کرد باوا آیم یا باوا هیم و کردی خوشحال بیو شیشکه منالکه لشیشکه در هاوردن لناو پاوشته هاتی سجوله و چکردن دانه هوا که شیری بیتن بعد که او جوره وصلوا
گردستین وەکە لە زگ خۆیان و دنیا هاتووتن. بعد هینێ کردن پەروەردیشدان گەورەتر بی، بعد چەکرد ذات جبرائیل کە وجودی ظهور کرد یا حلول کرد یا مەزهەریەت پێیا کرد هەر لەو هینوە هەر لەو ڕۆژە ئەلستوە یا لەو ڕۆژە ئەزەڵوە. بعد خوای چەکرد شەریفی کرد تەوەڕکی کرد، بعد چەکرد کە بتوانێتن حسونیەت خاص لە وجودی دەمان وجود هاورد، معجزە کرد کە ئینسان شەریفێک بوو، ئینسان خاصکارێک بوو، فقط خاصیە لە عالم نماد خاصیە لە عالم بوو. بعد هاوردن چەکردن هینە زەڕێ خوداوەندکاری چین کردێسن دێسە تاج لەورە هین جبرائیل ذات جبرائیل و زەڕێ خواوەندکار چە نیشتەشانێکی بووتە تاجدار پادشا. هەڵا ئی زەڕە و زاتە مناسبەتەکەی چەس لێ یە شخصە معلوم نییە، بازی مەوقع لە جیەک بێتێ کار لەو دەستنووسە خۆرێک لە زات نییە، باکە هەلێت زەڕە قسەکردن هەڵا چوی لێری چە زات هاوردێسن لە ئی ئەسەر چاپیە تا وەختێ ئەو دەستنووسیە لە وەردەستنەوتن ئام ناتوانێتن کوتا بڕیار بێتن کە مەسەڵە چەس چی وە جورە دژبەرەکی هاناوێ. بعد لە ئێروە چەکێتن دی دوونادون شروعکەتن یا هەرە زەڕات 50 ساڵ خۆیوە هینکەتن دەستوە پێکەتن کە هیچ زەڕێهینە زەڕێ خوداوەندگاریە یا خواوەندگاریە چەکێتن هین کرد لە بەشەرە سەفەر شروعکردن واسڕ سەفەرینە. بعد لێرە چەکێت لێرە ئەو قوتێ مردێ مێردان جۆر قوتێ بەتەکنانە سێزۆن فیلسوف گەورە فیلسوف قەرنە یا سەدەی دوانزێ قەمەری کە جا لە ئەو چەند خشتە ئەو چەند بیتە. بعد لێرە کردێ تکرارێ هاوردێسە هین کە دی سەفەرەکە چەس هەر جۆر قوتێ هینە بەتە یا مرقانە مامراویە، بعضی موقعانە ژێر بعضی موقعش تێنەبان و هینە خەوە لە هین نێرن لە سڕە خۆ خۆش خەوە لە ئەوان نێرێتن فقط کەسانێکە لە لێ هین بوتن کە جلوەی حەق بن واستڕە کەسانێک لە سڕ حەق باخۆرن کە حەق خۆی بتوانێتن لە وجودیان لە جەسەیان تەجەلی بکرد. بعد لێرە ئێستا چەکێتن ڕایە ئی بەشە خوانم کە باین لەسەریە یە هینێکە من لەناو یە مەوردی کە من لە ناو ئەو جالیات کوردیە نەیمەسێ ئەوەی چەس حەبیب شە کە هەرەوجێک لە خزمەتان ئەشکردن وەجرۆ کە وەژن داوەسێ قەڵەم و لێرە چەبوتن لێرە هەلەی ئەزەڵە فریشتەس حەبیب شە لێرە چەک هەفتوان وە قەوڵیەکە خۆی بەشدارە سلسلە هین کردن سلسلە سەفەریە لە زەڕات کردن یا زات کردن. کەسانی زمەردان در آن دون در جلی گشته بودی زهق با خبر خداوند زان دور بشناختند به کل خلایق سر افراختند. خود لو دوری که خوال لجسیان خوی ظاهر که یا جلوه پیاکتن تجلی پیاکتن چکتن اوانیش معمولیت پیاکن که خواه و مردم بناستن. یکی لوانه که کار کردی معمولیت داشته هین بی یا آیم تر یا نسل آیم شیس ناوی بی شیس نور
و سومی کی بی شافیل بی شافیل هور یا پری 5 و 6 هوش و انوش که چه کرد هر دکن للیان شیس و پرورش دریان یه قراره چپ کتن مختصر و تیسه ایسا بزنین چه کتن ولیکن بگویم یکی از 1000 که تا خلق گردن از آن هوشیار یکی ل1000 چشتی که لازمه گوشید من ویشمه باقی که مردم بزنید چه هوشیار رو بوده ایره بزنید باخور بود لی روایته هر آن کس که عارف بود کس است زین مختصر نامه او را بس است هر کس اهل معرفت بود عارف بود و اصلا دارای شناخت الهیات بودن اهل عرفان بودن چکتن هر یه بس حالی بود لیا ای کوتا ای کلکر روایی این مختصر کوشمه ایسا چکت ویشتن او حکایتا ویشت رأوانه که اهل عارفن و زانن ل منظور حاج نعمت حالی بن بعد اول چبی بو البشر بی که چکت ذات هر جایی که خدمتن ارسکن به اویدو که بودی احمد پاکزاد کی بی محمد پیغمبر اسلام بی که چکت روحکا احمد بی چه جسم بو البشر یا ابو البشر یا آدم یا صفی این اول رای بردی سکر او آیم اولی او بشر اولی دویم کی بی شافیل بی از آن خلیق بودی مظهر روچار و عقیق خو لیره چکت شافیل بی که مظهر روچار و عقیق بی علای روچار و عقیق و نظام نعمت و این ناولی که لناو کدیکانا فریلیانه کرنس ناو تنیا هین روچیار خوی چه ناو اصلا ابراهیم بودن و مجموعی که شدی ناولت نانسا حساو باویار که ناو او بودن و یه زمانی ولی که جور و اصلا مارس یوسفت پیچان نسه یک ولی لیره لفرم مورد هر ابراهیم چون دو دستنویس فقط توجه ابراهیم کرده دوره چوارمی که او تاریخ بش کرده سن هین حاج نعمت دوره چوارم لجانشینی و اصلا شاه ابراهیم اصلا که بیس جانشینی سلطان ساگ یک این بیسن خوی یعنی که انتصابی کرده سن و جانشینی خوی تا روزی که حاج نعمت خریک نیسانیه بیسه چه دور شاه ابراهیم حساب کرده در نتیجه لیره هر کن پیچانی است یک لفرشون اینا زنم رجوع خدمتان است کنیم و دست نیستگانی بود که هم ای تناقضی یا لی دشبرکی ل سر در باریدن بعد دیگر هوش با انوش زان روزگار سرافیل بود نوش و هوش یادگار خب لیره چه کرد هوش کرده یادگار و چه انوشی نوش بیا سرافیل و نوشش بیا چه سرافیل بود نوش و هوش یادگار بی و نوشی چه بی سرافیل او روزگاره بعد چنین تولید هوش و انوش که از شیست آن هوش شد پرورش خب ایسه یعنی هوش و انوش چه بی منال شیست نو یه هوری که ایسه هین بودن لخه و تیتن چوتا مالکه شیست شد و گرده اصلا جفتگیری کتن و دو منال رای بودن که دو منال چه دیار بوده هر او هینا هر او باویار و اصلا شابرایم یا ای عقیق و نازنم حقیق و نازنم انوش و نوش و هوش و نوش این اولی جور و فرفر علاجویه خلاصه را خاطر یه هین کتن جیب خید بویت نو مغز لطریقی بیتلو لطریقی شیریل بود بعد زمانی هوا با صفی سخت گشت بودند خصم با همدران کوه-دشت ز پس بو البشر گفت با شاهدین تو هوا بکن دوست با کمترین تماشا که لیره بو البشر و صفی تا ایره یه نفر بینیسه بین 2 نفر لیره بینه چه 2 نفر
هلا یا لئی شیریل نیک یه برستن چوی جوابی دو نفره رابطن و یکا چز چوچن هرما اولین انسان درست بیستن بعد چکه دیره کردیس دوان که زمان هوا و صفی چه بین و یکا این کفن دیگه رنجان دل نگران بین بعد بول بشر که شاید هر منظور او بیست که وقت داول شاهدین کرده شاهدینش لیره منظور حق بود یا منظور علی بود چون علی همون زمانه کن هست همون دوره کن که وگرد هوایت بکیده دوست لهر موقع چه همان دم بنا بر دعای صفی نزول کرد هوری در آن سرزمین خو لو موقع چه کرد دعای صفی مستجابی جواب کرد و یه هوری نازل بی چه کرد چی و چی مال آدم لیره بیسینو خان آدم لیره ابوالبشر لیره صفی تماشا که لئی یکی دو سی و چوار بیت سی نو جور جور را یه شخص بیت کار که لیره و دو شخص در کفتن که ناگاه هوا آمد و گشت مست خب بگفتا که ای نازنین کیستی بگو از چه زی این جایی که زیستی و پاسخ بگفتا به امر خدا که من آمدم بهر آدم بگاه که یه چکتن لیره که هین بارتن هرس هوا بارتا بان یه هوری نازل کردیسن که واسرا هوری هین بکتن هوا هرس بیتن ورو هینو بکیشیتن ورو صفی ورو آیم ورو نازم بول بشر هوا چون هوری شنید این سخن بیفتاد در فکر نیرن گفن وقت هوری لیلی ود که من را آیم هاتمس حواله آیم بیمسن یا باو آیم هین چبی کفت فکر نیرن فن کفت فکر وی که پیچبا بیتن هوا و هوریکه ویشی چه خوش هاتیتن رایجه بعد تو لیره بنیش تامن چم آیم چه بچرم ورد وقت چون گفت این و هوا سوی دشت رفت ببردی ابا خوش چند نان زفت حالا چند نان والخویه بردو اباش کرده سره حالا قرار بی لورش لخت من هرمای ابا و مبا و هرمای و خلقت لباسویانه خلق نوی دیره چه ابای جرائین کردو نان و خلاصه گچشتک والخویه بردو چرال آدم صفی لو موقع دیشتو کویبی لکجو کویبی بعد او زرو کشت ده لیره بینه چه زارو خری کشتن بعد صفی هوا دی بعد چه کرد دی خوشحال بی و سجده رای برد تعظیم رای کرد که ولیکه چه کردن ولیکه خفتن حالا که آدم چه بی تصرف هوا کرد سپاسگزار دادگر بی که مهر هوا رای این کردیستن مهر رای واصله زیاو کردیستن میلی ولی گرم و کردیست مهر گرم و کردیست را آدم بعد صفی وگر چه کرد وگر جنکه هوا ود میده من راضیت صفیش ود من فرلید راضیم نازنین و بعد بیشتن چکه یه مطلب تو هم و پید بیشم و هین میشتن و صفی بعد صفی ویشتن هرچی ویشتن و تو دل بتوى من حاضرم وقت این کم وجه بار مرادت حاصل کم و قسم و ذات یکتایش خویتن بعد هوا چکه خوشحال بودن لی جوا و تسن که جنکتر
ناريتن لروي جهان جنكتر ناريتن فقط من تنيا جند بمجن وسرم ناري سفيج لصداقت خويا شكر قسم خوات كي إيكار نكتن شو هواي مكارة ليرة شكر جن كده مكارة هي لباس ليرة خسيجي فرسيار بس تین رای کرده سن که بیشتن چست بیشتن که خوا خویا فریشتا رات هناردیس یهودی رات هناردیسن و حمالا آیم وقتی چو بشنید آدم زهوا سخن بگفت ای مهیل پر از مکروفن تو دادی فریبم ز افسونگری نبینم دیگر وصل هور و پری که تو هینم کردی الله لیره هوا خویدی هوری نیه لی سردم که باید هوری بود هوری نیه یه هوری تر الله من ندم چنو هوری هست لی ترهاتا که دی او هوری ناوینتن ایجرو و پیهات که قسم خوارده است دی وقت هوری ناتوانه جفت بودن و یا دی هوا هین آدم دی هوری و چو ناوینتن بعد چکرد فرق غمگین بی ناراحت بی لناکای که چه پیام راحت لایان خالق و دادگر و که ای بندینی فرجام من نخورقم بده آن به بنیام من بکن هور را عقد با شیس پیر وجود آید از آن دو پور کبیر خو چکرد بیشتن هین بکا الان من نزنم ای بندینی فرجام من نخورقم بده آن به بنیام من خو یه دیره چه بیت بنیام دیره معلومه که مجموعه که ولا یخته ولا بیت الشعره باید کنه بودن و مجموعه که لشون که سرطه روایته که معلوم بود که منظور ایدادگره چسن که چه بیت بنیام هوا بیت بنیام یا چه بیت بنیام یا یک لیره چس بکن هور وقتی چه او هوریه که نازل بیا چه که راشیس هینه بکتن راشیس کره چه بکتن عقد بکت که دو منال دو کر گورا لچاره هست بعد یکی بوده باب پیغمبران یکی بوده باوک پیغمبران جت اول پیغمبران و یکی بوده چه باب آن یاوران یکی کیش بوده چه باوک یاوران لیره چه کردن ز پس آدم از امر یزدان فرد برفت هوری از بهر شیست عقد کرد یه سکه لیره عقد کردنکش نایریت بنیام که هم بیشتر که منظور یه سکه بیشتر بنیامین عقدی دوانه بکت یک درنچه لیره فعلکان جوری که ابو البشر یا آدم خوی چه کردیسن عقدک اجرا کردیا جس شیستو ظهوری دو پرگزین وجود آمد از امر جان آفرین یکی هوش بود مظهر یادگار دیگر بود انوش داود شهسوار لبان تازه بینیم که انوش کی بی لور داو بی لیره انوش کی بی لیره هوش بی یادگار بی لیره نوش بی حالا نوش و انوش چه بی که سرافیل بی معلوم نیه دو نفرن یا یه نفرن و دو ادبیات نویسا است و هر حال لعی وصلت دو کرپیا بو یکیان هوشه که بوده مظهر باویا یا یادگار و اواکن بوده مظهر داود حالا ای دوانا یادگار قراره و گرد پیشان یکو و گرد ابراهیم همو دورکان پیچیان یکو هر دکان چه بودن لیک جاون نون یک لکلیکانیچ هر کس لیک جانو بکتن ضربه لفرق پیروپادشاه داست خب لیره تماشا که چکیتن بینه برا داو و گرد یاوار بینه برا
پس برهوش هور دگر ز آسمان بیامد به زیر و بشد جفت آن هوری لآسمان و واری وگر هوش را چکد جفت کردن بین جنشوی و پرید زایل فرق بلی همچه کفتوه که گشتی چی نیک بی خاص کرده بی خراوتی نوی لگشت لجن و لأنس و لگشت وصلا نول اروا ورتر بین والاتر بین چون پاک بین بعد چه پری بود آن هور ثانی بنام چه شد برهوش در آن مقام بعد که چون والدینشان بودی هور و نور بودی نام هوری پری در حضور پس نوی چون باو که نور و دالکی که پری هین بیا نوی بنان یاس پری هوری واسرا لدالکی که هوری بودی نور آن شیس صاحب ظهور شیس نور بی از آن ره بودن طاهر و لا قصور پس لیر تماشا که چکد پری که نازل بی را هین را هوش کی بیا او پری بود حبیب شاه از این هفتوان او اندر حقیقت بگشتی ایان خب حبیب شاه بی که لحقیقت منظوری لدوره و اسراس ساکه که ظاهر بیستن آشکار بیست پس چبی او پری که هات حالا پری اتمالا او بوده که هاتیس ول شیسه هین کرده ازدواج کرده دواره هوری وگر هوشات هستن معلوم نیه ای پریه حالا چون والدیشن باید نام هوری پری پس ای پریه منظور ای پریه است که هینه بابزنیم خیمنی یک بعد شیس و هور شیس و هور منالکیان چبی یا هوری لیلی کفت و ناونان پری یا یک پری بیخوی وکو عنوان را بویت کار صفت الا پری چه بود حبیب شابی او پری که شیس او هورا هین کرد و دنیاهات حبیب شابی حبیب شای چه که لدوره حقیقت جز هفتوان حالا بزنه ای آسمان و قرینکا فارسکا آسمان و ریسمانی که داوست دم یکو را یک ایجادیات بتوانید مرکوب وکیتن و بیت خورد مردم سادلو و نز مردم سادلو بلکه اینگل پژوهشگریه مقام پروفسور و دکتری شاید تا یه زندگی چند ده یا چند صد او مقام داریه لو عنوان داریه یا خواندود نازم خب دست و دست بیست نازم دکتر محمد مکری عاشقی اثر بیا نازم هنری کربن عاشقی بیا فرکستر عاشقی اثر بیا سو بگرد هنا کتاب مقدس هاو سنگ حسابی کردنست بعد با دی ادامه نیمی که یه سر و اصلا رشته حادث عزیزیت که چو یعنی مرزانه است که حبیب شه هلو سر تاو چبی دیت شیسو یا خوری بی که در آسمان و نازل بی حالا خویان هانا آسمان در کوری تر و نازل بی لقیب و قیب منظور چه بود یعنی گشته جه پرسیاره یعنی بتوانید در هر گوشه و هر کلمه که دیان پرسیار ساز کرد ولی خب دی بعد رأی زیاد روشن بودن که چنی وزنده ای برهم و اصطلاح بعد همیشه چه بود خداوند با هفتنان بر آنها بودند دائما مهمان خداوند چه همیشه مهمانه رو جای ارسان کردیم یه نظم چند هاتی مثل تی چوار برنامه ورن و یه چه حتی تکراری وکی است خواه چه مهمان هفتنانه یه هفتنان هم جهان سفر کن یا تکرار
مهمان پریزائل بون و امویل خاص بون و هورو ملک قادرن از نفس روانشان بود نور از در قفص هر وی جوره به هر شکل و صورت و مصری بگرن در دهز انسان پری ز پس نوش از ابن بشر خواست زن بشد سید و پادشه زان وطن خون نوش چکر لورا هوش یه پریه رای هات ولی لیر نوش چطو از دعوی این کرد نسل بشر جنت واست که چپ کتن نسل سی و وجود باردن خب یه چه سرطای سی واصله سیادت لئیرو حل اروج ازل و هینی کانی توقیتن یا شهوت جاری بودن با ایه بزنی من خواندیم 225 بعد 243 بعد چی من ایر حاتم داستان ادریس لیر چتیک نیری من و ملی رد بی من که بچین مبوس شدن نو پیغمبری یه چیز داریم چتیک علامت گذاری نکنم یک کشتی هین کرده سوانه داستانه که از دیر گشتن خاص زن یعنی او قرار تکرار و بینست که داستانه لفره زن فره کسا حک بیسن بعدی داستان پور عجوزه یک چند خاله کان ناوی که جد سرنجه دیگر حکایت ز پور عجوز بگویم بر خلق بس دلفروز یکی مرد پاکیزه بود آن زمان چو طوفان پدیدار شد در جهان حالا داستانه که وی جورسته که وقتی نوح هین کتن ورجر یک طوفانه که باید طوفان نوح ایجنه یک کرده دیتن که چوت یه مانگه دیرن شیرکه دوشیتن بدیت نوح و داول لی کتن که هر وقت واده هات خوی و کرکه و مانگه که خیتناو کشتیه که گیان سالم در بکن به فرمان آن شاه جان آفرین بماندن سالم ز طوفان کین ولی خود چکد هین لخیال چوتن هم نوح لخیال چوتن یان کفنه جیر آو ولی چکتن خالق خوی هین کتن شاه بیشتر منظوری چست که لجی خالق یا لجی حق بیته کرم که ایشا شاه مردان علیه و بعدها بوده صحاق یا یک هر کن یه هین دیدن یا مقامو هین روحانی دیدن یا باطنی دیدن یا هر کن یه ذات دیدن هر کن حق تنین واسطه متى یه ای وردیا فرهان ناوی و هر یه چه باعث بیسن که هین کتن مسلمانی شرک آمیز هینه بکن که یه علی و خواه حساو کرد بیسن در صورتی که فرد درو کن و را خاطر شیرن کردن ای اثر سواله تو اصلا ممنوعی کنن خونه ایچن چا بود ولی خود سواله دست سواله ملی اینترنتیش داره نامسیه و خاطر چه و خاطر یک چیزی که هینا چیزی که حج و چیزی که ولا ریبره انحراف کره منحرف کره چه بودن لدسترس مردم بود و نیلتن او دست آورده ریما برسه دست مردم یا یک کفت جیر تیشک ای هم که جعلیات کفت جیر سایر نتیشک سایر ای هم که جعلیات بعد که مامو پور دالکو کرچینه جیر آوتا نجیدی چون پسر دنزه دواره وقت هین بود یشون طوفانه زنه و بون که دواره هم و شیر و چنرال نجی منظور هر نوها که ناجی بودن در نظر بگفته ای مرد پاکیزه زر جهان گشت طوفان و هم درگذشت یا نزانستنه یا نوح ارائه وشتن که جهان طوفانی بی و لسری چی تمام بی ببین کس نمانده در این پهندشت هیچ کس نمان گشت فوت بی به قربان کردار تو ای پسر که از قدرت آن جهان دادگر شما را نگه داشت در زل یا زل پر
ندیدید زین قهر طوفان ضرر خو اینی کرده حمایت لیان کرده سن خوی و نیشته سن لی او طوفان ضرری که پیان وارد بود چه طوفان شد و رفت و نو شد جهان خوش از حال تو ای پسر این زمان خود و مادر و مادگا و چنین شدید ایمن از لطف سلطان دین لیره چکر سلطان هاورد و میدن تماشا که شاه و سلطان و دادگر و خداوندگار و ای الفاظی که با او خالق چوتکار گشتی قاطیواتی بیتکار که بتوانی یعنی معادل قرار بی هاوسنگ قرار بی و فهم جوری که پی به فهم انسان کن کیانه گشتی ولی که ویه معنی لزینه هین بن لزینه تبلور پیاب کن لزینه بشنه سر پرده حالا بودی مادر آن پسر رمزبار چکر او اجوزه هین بی رمزبار بی بودی مادر آن پسر رمزبار که شد ایمن از لطف پروردگار لولا حبیب شاه هوی بی لیره ای اجوزه چه بی رمزبار حالا یه بزنیم چست که سه منال رای بی هین سنعان و کنعان و نازنم کیتر که شروع کردن خواه پرسی و چیزه کنم اسمشان در حقیقت بیان که گشتن ظاهر به آخر زمان چپ کتن یعنی اسم یه ایسا لدور حقیقت و قول خواه لحقیقت چپ کتن نو بوتا بنیامین بعد که جهان آفرین بوتا مهمانه بعد سام داوود و میکائیل بوتا موسی بعد یافس بوتا مصطفى دودانی بعد که ازال چبی اسرائیل بی مصطفى لیره چس یافس پاک جاما هینی اسرائیل نیه یافس بعد سنعان کیه مظهر شابرام بی بعد کیه کنعان قلی بی لیره قلی آورده قلی لا هفت سردار یه وقالیه که خویا این هفت قوالتاز آورد شریک ایانه کرد یا جنگلستانیش مکان کرده سن یکی که چکی بی یادگار بی که چه بی پری بی و شهریار به قوم پری شهریار قوم پریل بی ناوی چه بی شهبال ناوی بی شهبال راوت یسه که ای هم که داستان سر هم کرده سن لیره چوت سر هین یعنی بوملیه بپریم تابزنی من چیزی که داستان شداد بعد حضرت صالح نمرود و هین داستان نمرود مردود که تیر خالی کتن له حق یعنی گشت هین چیزی که ودرت بازگونه خود 2 6 8 5 بدم یه بدیان پسر رمزبار و بیا خواندیمه 2 6 82 که حالا ایره این چسیه کنم اسمشان نه یه 6 2 4 آره اوش خواندی من هم که بهین بی کیبونه کیل لوره که نو بوتا بنیامینویانه بعد مبوس بعد داستان شداد یعنی و ملیان حال پریم تا حضرت ابراهیم خلیل الله 6 8 5 آره یه لیرو هیم کردیم لیرو بزنیم چه بودن ز پس چون جهان گشت از کفر پر خداوند آنگه از بطن دور برون کرد زان دانه گوهری بدادی بو قدر پیغمبری که آن دانه بودی همان پیر یار
به جام ابراهیم شد آشکار و چکر نمرود و این یعنی دنیا پر لکفر و کینه کردن تا وقت چه بود یک گوهر لجامکه درآورد لدرکه درآورد که او دره چه بودن بودن پیر یار که لجام ابراهیم شد آشکار. حالا یه نوی جام ابراهیم که رو قوشی و قلی و اصلا که هین بودون بنیامین بود فرا اتمال اوسا که منظور او بوده که لجام ابراهیم آشکار بی او بودن. بیشش 87 چه بی یه خوندیم بیشش 87 داره اویش خوندیم که بهین یه چین داستان ابراهیم یه لیره که چی بود درست که تو بوتکان شکنی بود درست که تو بوتکان شکنیتن یه چه او روایت بازگوی کردیسن که فراهینه. بعد یهش قوم لوچوی هین بودن فنا پیاکن اویش هم جریانه که هاوردیس و زپس گفت ابراهیم ای دوستان همی خواهم از این بوستان دهد مرا یک پسر از کرم به طاعت شود در جهان همسرم. خب یه چکیتن لیره که بود پرستی رواج پیا که تو کفر و کین ای خلا نمرود و لوتا هین بود دنیا پرکتن ابراهیم چکیتن ابراهیم خلیل الله لخوا دعوا کتن که یه کربه جنکه اگر پور دیگر به من داد شاه یکی را به قربان کنم بر خدا که رکن دوان بود دو کربه تپین یک بکم قربانی را خوا یکی دیگرم بس بود در جهان به جایم بماند زبهر نشان که یکی بود میراث یکی کافی را میراث داری لی دنیا و او که چپ کت قربانی. بعد ملکگان چه کردن وقتی جنفتن لابراهیم و پیوتن ای نیک نام از این کار دیگر نشود الحزین لیکن لی کار خمین مو این که من حریصه چین درگاه جان آفرین که چه که بخواهیم دلیل توی من که بیت دو کر بیت دو تا تو دادگر چه بود شاد بیت لطف دادگر چنان خواستن آن ملک ها زحق شود شاد ابرام در آن ورفتر لعو دوره چه که ابراهیم شاد بود دو کر رای بود. ابراهیم را بود دو زوج گزین یکی سارا و هاجر پاکدین دو جن رای بی ابراهیم. حالا این دو جنی چه لکورو هاتن لیر معلومی نایتن لور هوری واری ارا این المناغیل نو ارا نوهو ارا آدم و مناغیلی ولی لیر چه معلوم نیه ای هاجر و هینه لکورو هاتن. سارا وقتی چه مظهر رمزبار بی تانشه چه پیچانوی سنویه کنه. بعد حبیب شه چه مظهر هاجر بی حبیب شه بودی هاجر از آن دیار چه که دیره رمزبار هفتن و گرد حبیب شه هفتوان دیر هر دیگه چند دون جنگل ابراهیم خلیل الله. بعد چکر بارور بینو لسارا اسحاق هات دنیا آنگه خلیق که بود مظهر روچیار اسحاق مظهر چه بی روچیار بیو عقیقی چه لهاجری چه بی اسماعیل و دنیاهات که مظهر ایوت بی ایوتو یادگار روچیار و عقیق بعد ایوتو یادگار این نامل عقیقو چه بی واقع حلیق بی یا این بی خلیق بی یه چشتی گوجره نه خلیق خلقت بین نواکه یه چشتری بی که لوره هری دوانه بینه متعلیر رو چیارو ای ود لکردیکان هر کن نو ابراهیمن ولی لیره دو ناون ای و تو یادگار یکی بر رو چیارو ابراهیم یکی بن.
ويا قاتيواتية ادامه ديرتن. بعد یه داستان هین چونیتی هینه دی نچیم نستری لئیرا یعنی چیم نستری بعد سارا مظهر حبیب شهید شبی هاجر بی بعد لئیرا اساق روز هین بی ایچی یه وقت ابراهیم چکتن پس آن که ابراهیم از امر شاه به فانی گذر کرد شد در بقا ز دور دیگر باز آمد بدون به جام اسرائیل آمد برون. بعد شکل اسرائیل تیتا این که مظهریت پیدا کردن اسرائیل بود پر اسحاق یار مسما به یعقوب بود ز آن شمار که یعقوب بود مظهر آن امین در آن عصر خود بود رهبر بدین. یعقوب کی بی؟ مظهر آن امین کی بی؟ منظور بنیامین. حکایت حضرت اسحاق و حضرت یعقوب یهش هین نشیم نستره که داستانکان یعنی اقرا خان دسترس گشت از دیر زانه و منیش حوص این وقت و نرمش مستر یعنی یعقوب چه بود 12 کرداشت که هفتوان تجسم انسانی پیدا کردن. حالا لور 12 دیگه گن بونه 14 چه حسابی که نمی‌دانم که هم دواره دون و دون همین قدر گویم که این آن بودی به دوران دون باز ظاهر شدی که یعنی و دون ظاهر بینسن کرگله چه دو کرکه 12 کرکه یعقوب و دون لئیره لجسه هفتن و هفتوان ظاهر بم یا یک تجلی پیدا کن. یه ناوکانه که منالکانه حالا روبیل و شمعون و یهود و نادم چه اول بود یعقوب بنیام پیر که یعقوب چه خود بنیام دوم ایز بود داود دستگیر یه لیره چه پیچان یعنی یک و دواره دونادون چه لناو سلسله اسرائیل یا یهود. بعد چه بی زلیخا رمز پیر بی رمزبار بی روبیل موسیبی یه سه گشتن دوارا یهودا ابرانشا بی و یوسف ایوتو یادگار بی یه سه نواکان دوارا تکرار وکتن. بعد هشتم دیر هفتوانه هاورده میدان. به هشتم لوی مظهر احمد است اول آدم آخر به سید محمد است. لوی مظهر آدم احمدیش کی بی؟ احمدیش محمد ابن عبدالله بی. اول آدم و آخریش تیتن بوده چه؟ سید محمد سلسله تا لوی تا هین تیتن تا سید محمد تیتن. زبالون بود زبالون مظهر ابوالوفا یشجار مظهر عیسی و چه زپس این یامین میر سوربی و چه دان مصفای پاکنور بی دان یه نوتره. سقالن مظهر شیخ شهابی حبیب شکی بی لیلا بی. لیلا جفت یعقوب پیر بی و لعویج 6 کررای بی. گاد اسکندر بی بعد همون زمانکان عاشق یار بیسن اشیر نصیر بی آبدین و کلیم تا یه سگشت دواره هم دواره ناول جور کرده بازشونیش آبدین و این تریتو بازی لحف سردار تریتو مخصوصا آبدین شریک باقی هم که تو بدون وقت زنیتن الرا یعنی بدون نظم شرشوات تو چی زنید یا حال دون اولی جسم یا خود تو آیارت شست که افرام پیر رستم سبودی
سو بودی خو یه چکر افرام لیر پیر رستم راور اینجار هاورده میدان که لورا لدون افرام بیسن بعد منسکی بی نریمان بی نه مهروب بی بعد یوسف حکایت یوسف اگر زین مقام بگویم نگنجد در اینجا تمام و تسن ایر حکایت یوسف بشم لیره جی ناوت و بعد دسلینه چون مقصد یه چیز و اختصار و کوتاه بیشه تنقصه کانید که چو مظهر حق و خلق آشکار بودن ما یه شومل بپریم من حکایت حضرت ایوب بعد ایوب مظهر کی 2956 یه سلیره که پس از آن ایوب گشت صاحب بصیر که بود مظهر پاک یا بود مظهر پاک بنیامین پیر که ایوب مظهر بنیامین پیر ارا بعد یه پادشاهی زهاک ناپاک این که فریدون کی بی روچیار بی بعد لعو زمانه شاممان بی روچیار فریدون که مظهر روچیار بی بعد به تعلیم کاوه که بود پیرسر خروج کرد بر آن سگ بد نظر سراسر جهان گشت تسخیر او زهاک هم شدی گیر زنجیر او پس این کرد که زهاکش و گیر هاورد بعد یه سلم و تور و تا لیره بزرگ گشت و شد مهتر او با توان بودی مظهر مصطفی داودان منوچر بی زیرش پس از آن باب زاده بود پس منوچر چبی مظهر مصطفی بی سام داو بی و یه سهینه کردیسن مظهر ران درست کرد دون ران درست کردیسن اصلا معلوم نیه ارا جمشید ایود بی فریدون مظهر روچار ایرج مظهر که یه بیه که لیر خواندیم ایرج مصطفی بعد حکایت 600 پیغمبر لیر چتیگ میریم تا ایر همان آسیه ایسا آسیه جن فرعون کی بی زوج فرعون تار بودی آن زمان مظهر رمزبار یه داستان وصلا موسی و فرعون حالا آسیه چست مظهر رمزباره سدی رمزبار چست لیره چه نو کفار ندارم حالا چه نوع بینی ظالم و نوع بینی تن فرعون چه نوع مخالفه لحضرت حق لو دون اوان درات 2985 شعیب مظهر جبرائیل و بنیام بی حال بانتر شعیب که چه بودن مظهر جبرائیل که گهی بود بنیامین گهی خلیل گاهی خلیل حالا رای یه دف یه تاو بنیامین یه تاو خلیل معلوم نیه بعد حکایت خروج ظهور و خروج حضرت موسی به امر خدا یه ویش خوانی من که هین بی 93 هر آره بعد یه بیه که موسی بودی آبدین یه لیره موسی آبدین و نسیر آبدین و نسیر بی چه شاممان هارون برای داو بی یعنی گشت هین ران درست کردیسن نزانم هیچ آیری کش نیاست که ارا بعد موسی آبدین بی بعد 95 یش خواندی من تا آسیش خواندی من نخزن شعیب بود بنیامین پیر بعد 15 لیره
شوي بود بنيامين بير دقل بيه تكرار اللي بانيش كوانديمنه بعد که بالعام بود احمد با صفا یسا که بزنیم چه از تکراری به پنجم بودی آسیه لبانوته لیر دواره تکراری وکرده که آسیه رمز باره به آخر زمان شد به جام رسول نه بیسه چند دقیقه اینه کمال بیسه اقتصاد جام رسول محمد بودی گشت حاجت قبول احمد شبی لیر بیه جام رسول بعد دیگر هارون پسر چارتن بود مظهر هفتوان ابوالوفا کی بی ناداب سید ابوالوفا بی دی دورو یه سن هینه کالو براد شیخ شهابی و حبیب شدوارا حبیب شکی بی مریم بی مریم پاکرا بی که مریم بودی دختر عمران بگاه بود یا بود عمران دراندن به موسی پدر عمران با او موسا بی بودی مظهر عیسی اندر بشر مظهر کی بی عیسی بی عیسی کی با او سحاق بعد دیگر بود به موسی دو پور امین عقیق و یقیق بود در آن نگین عقیق و یقیق کی بی حسن و حسین بین که چه بین هر کن لچو حق خلق بین از اینو چی من رو برنامه اولوما چی مثل برنامه الوری بعد چه ذات خواه مهمان موسی بی از آن گشت موسی به سلطان دین هر که ذات حق داشت و چه بود به سلطان دین دو کرش داشته بود کرشون و علیزر کرشون روچیار بیو حسن علیزر حسین که بود در باویا 20 وشهین کردیم من حبیب شه مریم باکره بی یا با پاکرا بی بعد یه هینا لیره بود مثل پیر رفتن جام یه حزقیل لیره چه بی که بیا مظهر پیر بنیامین بعد 43 او خواندی من حکایت الیاس یه حکایت الیاس که الیاس چه بی داو بی تایر بنیامین این بی همیشه لدنیا نبی اسه بیا داو بعد بنیامینو پیر رستم دواره هاورد و میدان که پوران نوی بسنده ای دوره الیاس کیه؟ الیاس داو بیه سن 51 یس الیاس داو بی بعد شموئیل چه بی؟ مظهر پیر بنیامین بی یعنی با هینیری من چشتک نیری من لیره بچی مسئله 8 که تاوت چه بی زمانی بره که تالوت شاه ابراهیم سور بی در آن حد از امر شاه قفور لعید زمان هینا شموئیل کی بی آس شموئیل هین بی تالوت شاه ابراهیم بی على فريلي شونيدا هين باويال خالج فريتي هاوردس به بعد یه لیر حکایت داوده که یعنی گشتین ذکر پادشاهی حضرت داود الا ایره چست زبور رای نازل بودن ذات خوا مهمانی هین داود حکمران گچشتی که بعد جن و انس و دی و پری گشته حکمران آنجر فرمان داود اسرائیل شاه جهان دویم شاه جهان جید داود ثانی از هاورده این اول بود شموئیل چون آبدین شموئیل آبدین بی از او گشت ترویج آیین دین دویم کی بی داود شاه جهان که داود ثانی بودی زان مکان
داو لدون داو ثانی بی دو داو لیر هست لی دوره داود ثانیش خوندی من تا تیمن دوره هین لیر چکت لیر حضرت سلیمان و حضرت هین و یک و ظهور نتن کی خسرو کیانا چه بیود هاو وقت ظهور کردون یا یک سرحال داون هر دیکن چه بود ذات حق میمانیان بیسن این هر دیکن سلیمان و کی خسرو تاجدار شدندی به توفیق حق پایدار که آن هر دو سلطان معاصر بودند که هر یک به یک ذره قادر بودند به درگاه هر دو غلامان کار بودند زاد مهمان در آن روزگار سلیمان و کیخسرو هر دو بخوان یکی یک ذره ذات حق بود بکان یه ذره ذات حق بود بکان لی ذره ذات دواره هم ولیک بدکار غلامانشان نیز از هفتنان بین یعنی چند هفتنان وگرد کیخسرو وگرد سلیمان بی بعد لیره کیخسرو شامیمانه لیره نواکان این کتن که کیخسرو شامیمانو زاد داو هینا هینگان خطگان قاطی بین استیره تا دایم چوچزن پیلتن بعد اول روسن بوده بنیامین زال بوده موسی سیم توس بیه برایم زواره بیه کی مصطفی گرشسب کی بی بانو حبیب شه گرشسب بانو حبیب شه بخوان خانه حبیب شبی دون حبیب شبی پس گودرز کی بی سین محمد گسته هم کی بی بو الوفا دیو کی بی حاجی ایسا میر کی بی بیژن بعد رهام کی مظهر کی بی مصطفی شهاب گرگین نریمان برزو فریبرز پیر رستم بعد چه زنگه پیر محمد یه اورینجار پیر محمدی استدیتم میدان شاورانج کی بی میکائیل بی گشت همه پیرا جمله زان بارگاه بودند آن زمان بر در پادشاه گشت پیرکان بیاز ولی مشخصی ناکه کنگله ناویان چه بیاد سیاوخش چه بی مظهر باویار بی که شهید بی و دست قوم کفار فرنگیز مظهر رمزبار بی دختر چه او شای نابکار بیسن افراسیاب دیت افراسیاب فرنگیز چه بی مظهر رمزبار بیسن افراسیاب خوی که دون شداد بیسن شدادی چه بی که بر دست خسرو شدی سرنگون که و دست خسرو سرنگون بیسن سیاوش کار به جان فرامرز شد آشکار وقت سیاوش نمن چه بی فرامرز آشکار بی فرامرز ظهور کرد ایسا که یعنی هاوردی است یعنی و گره مظهر زرتشت بود مظهر ابوالبشر باید اینی بکنیم که داشتیم نه زرتشت چکتن مظهر آدم بی بزند و بپازند شد مقتدر بزند و پازند زنو و قیل زنو چکت حکمرانی کرد قدرت 2 میلیون داشت گویم اگر شام بودن زمان هفتوان هاورده که اول بی زرتشت محمد بی لوره زرتشت مظهر ابوالبشر بی ابوالبشریچ روح محمد چی خو استدی درست جوری کرده استن لراز بی بوالفها بی گرشاس ایسا بی اسفندیار میر بی و جاماسک سید مصطفی بی لأوری چه بی مصطفی لهمو دونکان واسرا قابض رونیه قبل رید ناکردن چه که بعضی موقعی ده بعضی دونکانیش هم خاصی بیسن
روسم اسفندیار بعد چه بود بکشت و یه دیهینی کرده بهمن لپادشاهی بهمنه 1385 چین که 181 که فرامرز چه بود مظهر یادگار بی دوره بهمنه بعد لیره پادشاهی اسکندر کی بی اسکندر داوبی جهان کرد تسخیر اسکندر داوبی بعد احمد چبی مظهر جالینوس سه هینگان افلاطین با لیر و هینید کیم زمردان حق آن چیزان روزگار بدون بشر گشتند آشکار بگویم حکایت را تا به سر که این آن بودی در بشر جلوه کرد اسه قرار چه دونکانیان یا او دوره اسکندر بیشتن افلاطون کی بی پیر روشن زمیر که بنیامین بو ارسطو پیر میسی بیسن تور مصطفی بیسن مصطفی دوان گیسیا مظهر رمزدان بیسن لیره رمزبار بیر رمزدان بعد محمد شیرزاد شابراهیم بی بعد اسقر همی اسقر لال خفتانیار بودی مظهر ایوت و یادگار کی بی اسقر ایوت و یادگار بی احمد کی بی مظهر جالنوس بعد اسکندر چه بی 5 تن هین داشت 5 وزیر داشت که 5 وزیره چه بطلیموس مظهر بوالوفا بی در تماشا سیل بین وزیر دیگر بقلیقوس عیسی بی بعد دمتریوس میر بی و سیتوس مصطفی بی یه فیلسوفتر و دیسه که نواکه نورده نواکه نزانسته مظهر شیخ شهابی بعد دیگر رقیه کی دالک اسکندر حبیب شهبی دالک اسکندر حبیب شهبی اینجا خودتان حساب کن عزیزیت که ای آیما چه قاطی کرده چه وطیه یعنی اصحاب کف کی بی 6 نفریان ده هفتوان بین که در دقیانس شدون شداد بی و 6 تن اصحاب کف کی بی وقت یسا بعد که ای در نیساغسن آنفتان شدن ظاهر اندر حقیقت مکان خود دوره حقیقت دوره سلطان ساکی کیا در ناویان میشدن تلمیخا محمد بیسو نازان مکسلینیا بوالوفا بیسو مسلینا ایسا بیسو مزنوش میر بیسو نازان نواکانش درست تلفظ کمیانه داوی بخشی کم اینا ای قرقاتیه دی خاصر و من هی ناکریت بیان ناکریت این اول الله جویه بعد نوش بیچه مصطفی بی مرنوتس شیخ شهابی فیض علایی شد کامیاب بعد قمتیر سرکبی او قمتیر چه سرکبی لناو یعنی چه ششو بعد هینکش بیش بعد سرکلشونه بوده کی سرکلشونه هین بودن برفتن آن با آسمان آشکار به دور زمان دیگر گویمان کرد که لدور کتیر به سل خواد تیرید بزنیم یعنی چه نیستن یونس بنیامین لدوره و اسراب بنی اسرائیل اسامی سای پیغمبران یونس بنیامین ارمیا پیرمیسی اشعیاب مصطفاز دانیال ابراهیم شاز نهمیا ایوتا بعد حسین یادگار هر کی و یکو هاورده سن لیره معلوم نیه منظوری چه پس نهمیا بود ایوت بیار بعد حسین حالا نهمیا ایوت و حسین و یادگاریش هر سکن یه نوبن مثلا هین هر سکن بی عزیز بی کی مثل شاس داود بی دو وقتی لبیت القدس چه کردن خرابی عزیز شبی نبی بی به حق کامیاب وقت بیت المقدسین بی بیت القدس چه کرد عزیز بی نبی ایسا عزیز دیره داستان زور ایسا هاوردی است و که چی و چی بیسن
بعد تا هواریون هین با یعنی که قسمتی که تمام کنیم بیلی من را بخش 6 بعد هواریونکی که دو هواران غلامان کار به درگاه عیسی بودند بندوار. اول بود پطرس در آن روزگار که بود مظهر داوود شخص. پطرس داوود بیبدن نشانستن. پطرس داوود شمعون مصطفی یوحنا مصطفی این شمعون موسی یوحنا مصطفی مریم رمزبار یعقوب روشیار یحیی یادگار متا احمد. بعد پرس بوالوفا لوقا عیسی اندرامین میرسور مرقس مصطفی پلاتیس شیخ صحاب. یسه که لیره هین کی بی مریم خوشی هین بی شیخ حبیب بی لیره کده شیخ حبیب شکر یا چا شیخ حبیب که دون مریم داله که عیسی بی. بعد خواهر یوحنا یه خوشک داشت مریم نه یوحنا یه خوشک داشت که همیشه ذکر حق کرد. بعد چه کرد ذات رزبار بی لیره چه که لیره مریم ل 351 مریم هین بی مریم رزبار بی لیره چه کرد لیره مریم ثانی رزبار بی. حالا رزبار و رمزبار لکودیگان رزبار و رمزبار هین یه شخصه ولی لیره چه دو خویشه دو هینن دو شخصن. مریم هین رمزبار خویشکی یوحنا چکتن رزبار ذات رزبار مهمانی بیسن. او چواردن که هین دانا بگذاریتن هین بی یه چطور چس آبدین هاورد و میدن دواره ایسا لو چوارده در بچیتن تومان آبدین بی فیلیپوس روسن بی قلیس نریمان بی تحییس میرورچن بی زکریا کی بی باب زکریا باب یحیی میرسکندر بی. یعنی دونکان یعنی لعو دم. پس از چند روز دیگر آن مسیح نزول کرد از نو به لفظ فسیح یسه که مسیحش دواره زنی کرد. مریم ثانی هین کردیم جرجیس بعد حقاید جرجیس جرزی یه هین کردیم بعد یه جرجیس چیزی نریم دیره دیریشه شمسون آبتیش نریم تا رسیم جزوه دوم که ناویچ از رزوانه و لیره چه بود؟ حکایت محمد خاتم الانبیا. بعد لیره چه از ظهور علی ظهور ولادت محمد. بعد ذکر روایت ولادت علی یعنی هین رخاتی وقت کان نازنم وقت پیور چه بگذانی نازنم و ملیانه پریم که دی آیره هاتی دست عزیزی که چو ترهاتی دیره ترهاتی درست کرده سی انسان. بعد 7 سردار ظلمت و 28 کمربست کمر زرین لحینه کان هاتیسن من اینه 26 دوره یه لیره 28 کمربستگان. سفیان یزید بی قادره لیره رای رمضان که قادره که کفیت سرساگ لیره چکه قادره لحقیقت چکه هین بی سفیان یزید لئین بی که دوره شاه ساق و دست شاه ساق قادره کشیت. زانوق داودگر به جام علی دیده اندر عبارت دوست بود با داودگر نبودن با الحق چینه بر خویه سکه الحق لیر نو دینه کم الحق خورده سکه چکر دیسن یعنی که هین بینه دور علی بینه لی جام علی بینه چکنه 28 تن کمر بسته بینه سی 28 هیچ این نوینستن چینه توزیک ول الحق نیاشنستن او 28 کس. حالا الحق لو زمانه کیه منظوری چست نازانم.
گروهین بتخل ابو سفیان و شمرو یعنی که هینه لیکردی یسه چکر سلمان پیر هین کردی یچه هینکان قمر داود بی یچه لکردی کان هاتیسن یعنی که محمد رسول الله دگر همزه عمرانی کلقا باشتم محمد رسول خدا یه محمد که دون رسول خدا است یه سگشته هینی کرده بودی دخت احمد از آن رنگ بود بعد 11 به امرود 11 هینی نواکانه که ابازر بی بعد فاطمه دیت احمد فاطمه دیت محمد خویا بعد نصیر و 16 به محمود پاوتل بداده دگر 17 عباس بی 18 عمار یاسر بی بعد 19 19 بیه که مقبل 12 20 بیه جعفر بود محمد حنیفه بعد عبدالله پسر عقیل پس عقیل و بلال بعد سعد بو المعجن با جلال بعد عبدالله یه خواندی من بعد ساله با عده یعنی گشته او چیز 28 نفر است که نویان بیتن محمد به زراد بود شنتیا زحق هم بودی محمد با صفا بعد دیگر همزه ته به زراد بود همزه ته بودی بو الفا در حقیقت وجود یه چه نوهین هینکانه هفتوانه ایسا عمران ایسا بیسن بزرات عمران یاسین چه ایسا بیسن عمرو میر بیسن یه هین کریم علاقه کریم بعد ایانا چه من تا رسیمنا حکایت این که مرتضی علی دین احمد رواج فرمود ایسا ایمه بتوانی من لیل بیلیم رایی ویدیو که 1 ساعت و 22 دقیقه که بتوانیم برسیم شاید بخش ظهور چجور سلطان ظهور کردن یا یک ظهور ذات حق لجامع حضرت سلطان که بتوانیم من یه چوی بخشنیم و وقتا که بخیم نسر ای بخش و بخش روژیکان که روژیکان چست جنگ بین اهل حق و اهل باطل نه چچنو نه چیچیکو نه هیچ حمله که را ساک آوردون یا ساک و پیروانی آوردون بلکه چه ساک ذات اهل بیت نمایندگی که و اهل باطل که بوت خانواده ابو سفیان و معاویه و شمرو چشته در دسته لیره قادر و نازانم هین که چیم نسر سه کر ناتنی ایسا لجس اوانا جمع جرد جمع کن و کف نسر ساک لمرنو چقومت و هر وی جرا او هین مناسبت یا بون روژی قول تاثیر او بشیشه خوانی من خب عزیزی بشیشه دیمن که چنک نظرم پیچوای پیچو تو در تو جی عوض کردن و قاطی واتی و ای دون و مظهر و نظرم کی بیسو کی بیسو بدون اوه که یه آیاره بیت تایوتمنی یک دون مثلا تایوتمنی دون داوچ هست که لأورا یه داو یا او داو یا اوچ یا تایوتمنی موسی چست ای دون موسی چست که وپی باید کنی دونکی زمانی الکتر
بناسی یا هەری جۆرە باقی کەسایەتەکان. ئێستاکە ئی دوون و مەزهەریەتە هیچ بنەمایك نێرێت، هیچ ئەساسێک لە مەرەم و ڕەسەنەکان نێرێت. هي ساختو پرداخته که ای جماعت سا حالا که کیل شریک بون ل رشتن ای پلانه طراحی ای پلانه ای طرحی که شارستانیت گوران بیچکو کنه را مذهبی که خوی لچن نریته درست بیه نازم چند نفر باشد چند نفرش این بید ولی دیاره کشت ای هم که حجویات ای هم که قصه بیمانی و روایت ویل دینی ابراهیمیه هاودس و دواره نیمونا تمام خوی و تیز که دیره که دی غیر بیشمه قصه که طولانی بود قسەکە طولانی بود و کۆتی ویشتێ یە بڕ طولانی تر ویشتێ و کەیف خۆی هەرچین دڵتوێ ڕەوایەتەکان بین کرد و شێر و لەلایەن خۆ بەیان کرد و هەروەژێ لە خزمەتتان ئەرزکردم مهم ئی نوکتەسە کە هیچ شینێک نێرێتن هیچ ئایارێکیش نایەتە دەستوە کە ئیمە تەشخیص بێمن ئی دوون و مەسەریەتە چوو چەرخێ تایبەتمەندیە لێیان چەس ئاوات زنگانی که خوش راتان دیرم بنیشنا خیر